اوگوی در واقع پو رو قبل از انتخابش به عنوان جنگجوی اژدها دیده بود. بیا بهت بگم چطوری. اما قبلش باید بگم فقط 5% شماها منو ساب کردین، پس لطفا سابسکرایب کنید. اون صحنه رو یادتونه که پو میخواست از اون دیوار رد بشه تا مراسم انتخاب جنگجوی اژدها رو ببینه؟ اون با کمک درخت میخواست خودش رو به بالا پرتاب کنه، اما موفق نمیشه و آخرش صاف میفته روی بسته فشفشه ها. به محض اینکه پو میفته صحنه کات میشه به اوگوی و اگه دقت کنید میبینین چشمهاش رو با تعجب باز میکنه. به نظر من اوگوی دقیقاً همون لحظه شوکه شده، چون دیده پو از روی دیوار پرواز کرده. حالا یه نکته خیلی مهمتر، اگه به جایگاه اوگوی نسبت به دیوار نگاه کنین میبینین دقیقاً توی موقعیتیه که به راحتی میتونسته پو رو ببینه. اون ارتفاعی هم که پو میگیره اصلا شوخی نیست. عملاً هیچ راهی وجود نداره که اوگوی ندیده باشتش. پس چرا اوگوی اونجوری چشماشو باز میکنه؟ چون متوجه میشه این پاندا با اینکه هی زمین میخوره دست بردار نیست و دقیقاً به همین دلیله که بعداً اوگوی با خیال راحت پو رو به عنوان جنگجوی اژدها انتخاب میکنه، چون قبلش سرسختی، سماجت و اراده پو رو با چشمهای خودش دیده بود. شما چی فکر میکنی؟ این تئوری میتونه درست باشه؟ تو کامنت ها بهم بگین.